سلام. سیگار گزارش داده است که حضور زنان در صفوف پلیس و اردوی ملی افغانستان 16% افزایش یافته است. تا ماه جنوری سال روان 5270 زن به شمول 433 کارمند ملکی در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار می‌کنند. قرار است شام امروز نشست سه جانبه در مورد روند صلح افغانستان میان کشورهای افغانستان، آمریکا و روسیه برگزار شود. صدها افغان مقیم لندن علیه خشونت‌های پلیس ایران در برابر مهاجرین افغان تظاهرات کردند. مظاهره کنندگان شعارهای مرگ بر ایران، ما عدالت می‌خواهیم، قتل افغان‌ها را بس کنید سر دادند. مقام‌های محلی ولایت میدان وردک می‌گوید که حملات گسترده طالبان به هدف سقوط ولسوالی جلیز این ولایت توسط نیروهای امنیتی افغان دفع شده است و صحت عامه کشور اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 761 مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت مختلف کشور به ثبت رسیده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 25527 نفر افزایش یافته است.